اصلا چرا همه اینا رو به آریان نسبت؟ یه روزی توی ماه اکتبر که مثل همیشه آریان با دوستاش ارباز یکی از دوستای صمیمی آریان میرن به یک کشتی کروز برای پارتی و جشن گرفتن و این مهمونی بوده که اینا بهش دعوت شده بودن. دعوت میشن به این مهمونی و بامداده. همون شب که توی پارتی بودن پلیسا میریزن و همه کسایی که توی کشتی بودن رو دستگیر میکنن. دو نفر از کسایی که دستگیر میشن یکیشون آریان خان بودن، یکیشون پلیس میگه که اینا به جرم قاچاق مخدر دستگیر شدن و باید تحت بازجویی قرار بگیرن و همه این امر رو به آریان میزنن که آریان خان معتاده خیلی از مشروبات الکلی استفاده میکنه. شاگری بزرگ حالا برای شاهرخ خان. مشخص شد که اینطور نیست.